سلام بیدر. علیکم السلام و رحمت خوب هستین ان شاء الله؟ عیدتان الحمدلله. مبارک. از شما همچنان مبارک. اسمتان؟ اسم ذبیح الله است. ذبیح الله جان، شما از کدام ولایت آمدین به بلخ و مزار شریف؟ ما از ولایت پروان آمدیم در مزار شریف. از ولایت پروان خوش آمدین. چگونه هست فضای امنیتی که در اینجا در روزهای عید ایجاد شده و چطور بود چند روز عیدی که گذشتن؟ الحمدلله دمیتایی که چند روز عید گذشت، الحمدلله فضای امنیت بسیار یک فضای آرام و یک فضای صمیمیت و محبت بوده. ما را کشاند که تا به مزار شریف به خاطر میله و به خاطر امو فضایی که همین مزار شریف داره، ما را اینجا کشاند که بیایم. بله، در راه ان شاء الله کدام مشکل نبود؟ کدام وضعیت امنیتی خو خراب نبود؟ نه الحمدلله امنیت تامین بود. همینجا آمدیم، هیچ گونه مشکلاتی در راه به ما رخ نداد. الحمدلله امنیت تامین بود. و بالکل. و پیامتان به مو جوانایی که فعلا در دیگه کشورها هست کار میکنن و افغانستان از دور میبینن، البته نزدیک نآمدن، از امنیتش از فضایش لذت نبردن، با اونا چی گفتنی دارین؟ گفتنیم اولی است که اول عید بخشان تبریکی میگم از پرده تلویزیون و به جوانا خاص آرزو می است که به کشور خود برگردند، چون کشور خود ما یک فضای امن و امنیت است، یک فضای صلح و محبت و صمیمیت است و کوشش بکنند جوانای عزیز در مملکت خود در کشور خود خدمت بکنند تا این کشور عزیز ما به یک جای به یک مقامی برسه. سلامت باشین. تشکر. وقت خوش داشته باشین، عید خوش داشته باشین.